سلام، امیدوارم خوب باشین و دنیا به کامتون باشه. ما هرچی بخوایم از دنیای مجازی فرار کنیم ولی انگار نمیشه. در هر صورت این ویدیو برای این ضبط میشه که معرفی بشه از کانال یوتیوب و برنامه هایی که برای اونجا داریم. قبلش برای کسایی که جدید وارد کانال میشن و شناختی از قبل ندارن، یک کوچولو خودم و متد سیلور رو معرفی میکنم و بعدش برنامه ها رو خدمتون عرض میکنم. من رضا نقره هستم، متولد 1350 و طراح متد سیلور. متد سیلور شاید به اشتباه خیلی از کسانی که توی ایران آشنایی کمتری دارن تصورشون این باشه که خب حالا یکی از متدها رو مثل مولر یا متریک یا گرلافین تغییراتی داده شده و شده سیلور، در صورتی که به هیچ عنوان اینطوری نیست و از اساس از کوچکترین فرمول ها تا فرمول های کامل متد با توجه به تحقیقات هم علمی و هم تجربی پایه‌ریزی شده و ساخته شده. اسم سیلور طبیعتاً فامیلا خودم هست، برگردان انگلیسی نقره که فامیلام هست برای همین نامگذاری شده. و اگر بخوام تفاوتش رو با متدهای دیگه بگم، چون بعضی مواقع یک سوال خوب رو از من میپرسن، میگن چه نیازی بود که متد سیلور طراحی بشه در صورتی که خب حالا ما متدهای دیگر رو داشتیم. ببینین، من در هیچ کدوم از صحبت هام، چه در کلاس ها چه در جاهای دیگه، هیچ وقت متدهای دیگر رو رد نکردم. شاید حالا زیر سوال بردم بعضی از نکاتش، ولی رد نکردم. اساساً کار خاصی باشون نداشتم. اما یه سری مشخصه ها هست که ما نیاز داشتیم به یک متد جدید. اول اینکه خب متدهای دیگه در فضایی به لحاظ آناتومی طراحی شده بودن که یک تفاوت‌هایی رو با آناتومی آسیایی ها که اصطلاحاً پسوند متد ما هست داشتند، که شاید مشخص ترینش بحث فضاسازی ها باشه. در متدهای اروپایی به خاطر برجستگی کمتر فضاسازی کمتری وجود داره و همینطور به خاطر اینکه متدهای اروپایی بیشتر برای صنعت پوشاک طراحی شده بود و عملاً هنر خیاطی بسیار در اروپا، شاید در آمریکا بسیار ضعیف باشه، بیشتر برای صنعت پوشاک هست، طبیعتاً نیاز به فضاسازی کمتری داره. این دو تا عامل باعث شد وقتی ما می‌خواستیم از اون متدها استفاده کنیم برای دوخت لباس‌های هنری برای افراد لباس بدوزیم، منظور از هنری اون بخش شخصی دوزیه، وقتی می‌خواستیم این استفاده رو ازش ببریم، اتفاقی که می‌افتاد این بود که باید تجربه شخصی خودمون رو در واقع می‌آوردیم روی کار، چه در حوزه فرمول ها و الگو کشی و چه در حوزه عملی، تا میرسیدیم به یه چیزی که خب حالا قابل استفاده می بود. بنابراین متد سیلور اومد این مشکل رو حل کرد، یعنی اومد اساس رو بر شخص گذاشت. کادرهامون بر اساس اندازه های واقعی کشیده میشه. این به اون معنی نیست که برای صنعت پوشاک خوب نیست. اتفاقا الگوی سیلور رو کسایی که استفاده میکنن برای تولید مثلا حاضر نمیشن از الگوی دیگه استفاده کنن، چون ما هم استاندارد داریم. یعنی در واقع اصلا اگر استانداردی نباشه ما حول هیچ محوری نمیتونیم بچرخیم. بنابراین استاندارد رو داریم برای صنعت پوشاک و خب حالا کارهایی که لازمه برای افرادی که میخوان ببرن توی بحث تولید محصولاتشون رو. اما چون تعریف اولیه و اصولاً کشیدن الگو با اندازه های واقعی خود شخص هست، اینجا اتفاقی که میفته اینه که
ما 50% از ایرادهای اندامی توی همین پروسه الگوکشی اولیه خود به خود از بین میره. در صورتی که در متدهای اروپایی چون یک استاندارد رو تعریف کردن، حالا ما باید به الگومون کم و زیاد کنیم تا برسیم به اون چیزی که میخوایم، ولی اینجا داریم از اندازه خود شخص استفاده میکنیم. و تو بحث فضاسازی هم عرض کردم بسیار فضاسازی‌های کامل‌تری داریم، چه به لحاظ آناتومی چه به لحاظ شخصی دوزی که اصلا لازمه این کار بود. و این شد که خب شکر خدا استقبال بسیار بسیار فراتر از اون چیزی که حقیقتاً انتظار من بود. خب حالا اگر این تعریف رو فعلا شما داشته باشین و بعداً اگر فرصتی بشه باز بیشتر در موردش صحبت کنیم، میریم سراغ این که خب حالا چرا میخوایم توی یوتیوب کانالی رو داشته باشیم. خود من شخصا خیلی با دنیای مجازی علاقه‌ای ندارم، خیلی در واقع همیشه میگم عوارضش بیشتر از فوایدش هست، اما خب از حق هم نخوایم بگذریم. ما خیلی از نکات آموزشی رو در دنیای مجازی داریم که خیلی از مشکلات رو حل کردن. یعنی اگر انسان ها بتونن تو اون بخش فقط فعالیت داشته باشن، خب طبیعتاً نتیجه گیری میکنن. یوتیوب دنیای گسترده تری هست به لحاظ فیلم ها، یعنی ما میتونیم مووی هایی با تایم های بیشتر با کیفیت بالاتر و در دنیای گسترده تری رو توی دنیای یوتیوب داشته باشیم. و از اونجایی که من در یوتیوب آموزش سیلور رو بسیار ضعیف و در حد صفر دیدم، حالا بچه‌هایی بودن که فعالیت میکردن، اینه که خب استقبال کردم از این پیشنهاد که ما اینجا هم کانالی داشته باشیم. اگر یادتون باشه یه مدت پیش من خب کلاسی رو با زبان انگلیسی در قبرس داشتم که مبحث شلوار بود. اونجا متوجه شدم که خب شاید بیشتر باید روی خارج از ایران کار کرد. حالا ما تمام تلاشمون رو میکنیم که یک، آموزش هایی که در یوتیوب گذاشته میشه بسیار کامل تر باشه چون محدودیت زمانی نداره، و دو، این اصلا نیاز این طرف هست، یعنی نیازه که ما هم با زبان بین المللی و هم این که حداقل در حد زیرنویس و همین که ببینیم بزرگترین ایده من، یعنی بزرگترین چیزی که من شاید تو ذهنم هست این بود که یه پلن جهانی بشه. نمیخوام بگم بلند پروازیه، ولی واقعیت اینه که سالهاست فکر من درگیر این موضوع هست که دنیا یه فلش بک در این حوزه داشته باشه که در کنار صنعت پوشاک اروپا که فقط یه عده خاصی رو با یک اندام‌های مشخصی و یک پارچه‌های مشخصی رو پوشش میده، همه مردم رو پوشش بده، درست مثل کشور خودمون. بنابراین سعی میکنیم که آموزش‌هایی که در یوتیوب قرار میدیم آموزش‌هایی باشه جامع‌تر و علمی‌تر. من بحث‌های علمی رو بیشتر دوست دارم توی حوزه خیاطی و صادقانه بگم هیچ کس نمیتونه بحث‌های علمی متد سیلور رو به اندازه خودم بخواد ریشه‌یابی کنه یا بشکافه و این رو باز کنه. در صورت هممون توی هر حوزه کاری که باشیم یه زمانی خواهد رسید که دیگه خودمون نمیتونیم و پس بهتره این رو به گونه‌ای گسترش بدیم که حالا دیگران اصولی ترین شکلش رو فرا گرفته باشن، که اون بحث کلاس های مربیگری در ایران هم پیرامون همین ایده و تفکر بود که ما باید کسایی که وارد حوزه آموزش میشن رو هر چقدر که در توانمون هست بتونیم اصولی تر وارد این بازار بکنیم. اما صادقانه بخوام بهتون بگم ما کانال یوتیوبمون متناسب با درخواست ها جلو میره. یعنی این که من بگم میام و همه چی رو اونجا میذارم که حالا یکی بخواد بیاد ببینه یا نبینه، اینطوری نخواهد بود. دنیای درخواسته، بنابراین
ما هر چقدر ببینیم که استقبال و درخواست بیشتر هست، فعالیت ما هم بیشتر خواهد شد. این چرا بخوایم دروغ بگیم، در هر صورت ما هم داریم زمان میذاریم برای ضبط برنامه، برای ادیت برنامه ها، از علمی که خب سالهای سال، صادقانه بگم الان سال 66 که من وارد این کار شدم تا الان که 1404 38 سال من توی حرفه خیاطی هستم. حالا اگه 10 سال اولش رو فاکتور بگیریم برای اینکه توی رشته های دیگه بوده، 28 ساله که ما داریم توی این حوزه فعالیت میکنم. بنابراین طبیعیه که میزان درخواست و استقبال من رو راغب تر میکنه، من رو مشتاق تر میکنه برای اینکه فعالیت بهتری داشته باشم. امیدوارم برای معرفی کافی باشه. باز هم در آینده سعی میکنم که صحبت‌های تکمیل تری رو داشته باشیم. امیدوارم که یک چی میگن، یه تعامل دو طرفه باشه از طرف ما برای در اختیار گذاشتن فرمول ها، مدل ها، نکات خیاطی و از طرف شما هم استقبال از این موضوع. موفق باشید و سربلند.